یک روز یک لحظه سیگار شما را به دام خود میندازد. وقتی هر دود آن وارد ریه هایتان می شود سلامتتان آرام آرام می ریزد. اما آیا وقتش نرسیده که انتخاب کنید؟ چه اتفاقی برای بدن شما می افتد وقتی سیگار را ترک می کنید؟ فقط 20 دقیقه بعد از آخرین سیگار ضربان قلب و فشار خون شما شروع به کاهش می کند. در حدود 8 ساعت بعد از ترک سیگار مقدار اکسیژن خونتان به حالت طبیعی برمیگردد. جالبه. و در همین مدت میزان مونوکسید کربن خون شما نصف می شود و تا روز دوم تقریبا از بین میره. تقریبا 2 روز بعد حس چشاییتان شروع به بهبود می کند. تنها 2 هفته بعد از ترک سیگار گردش خونتان بهتر می شود. 1 ماه بعد رنگ پوستتان ممکن است شفافتر و روشن‌تر شود و چین و چروک‌های ریز کاهش یابند. ممکن است کمتر سرفه کنید و تنفستان بهبود یابد. 3 تا 9 ماه بعد از ترک سیگار عملکرد ریه هایتان 10% بهتر می شود. تا پایان 1 سال خطر حمله قلبی به نصف کاهش پیدا می کند. پس از 10 سال عدم مصرف سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه نصف یک فرد سیگاری است. پس از 15 سال بدون سیگار خطر حمله قلبی شما مانند یک فردی است که هرگز سیگار نکشیده است. جالبه. و این تنها بهبود در سلامت جسمی نیست. ترک سیگار ممکن است به سلامت روانی نیز کمک کند. ترک سیگار با حس و حال مثبت‌تر و کاهش استرس و اضطراب همراه است. شما توانایی دارید تا همه چیز را تغییر دهید. فقط یک انتخاب، یک تصمیم. ترک سیگار به معنای شروع دوباره است. برای نفس کشیدنتان، برای زندگی، برای آینده بهتر. و این شما هستید که مسیر خود را میسازید. علی هستم و اینجا کانال تن سالمه با شعار سلامتی برای همه. اگر سلامتی جسم و روانتان براتون اهمیت داره خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید و هر هفته با 2 ویدیو در خدمت شما هستیم.